به خواست تو شود. به ثابت سلامان را رسانید. ایستا نپران. نشنیدی چی گفتم؟ نپران، می توانیم مصلحت کنیم. منیک را با تو میارم، با عوضش ثابت را میگیرم. کمی باید فکر کنم. یگید با این آدمای پس سخن حیف است، فایده ندارد. راضی هستی پسرگار؟ هنوز نه یگید. فکر میکنم با تو گفت و شنید نکرده فایدم بیشتر میرسد. فهمیدم. پس ثابت را آزاد کن و مرا بگیر. دادا کاستا رو به پارتوفکا پارتوفته است. بسیار کاری خوب کردم. دخترم در حقیقت پارتوفتی نوارو؟ نه پارتوفت البته در اینجاست. اوچه برای چی گفته؟ خدایا نوربانو، گیر نوارد در اینجا است. چند مرتبه به شما گفتم جنجال نکنید، لیکن از حد میگذراند. دادا ثبتای اون را به شما نشان دیم؟ مونده شدم، کمی دم گیرم. دادا همگی 2 دقیقه است، از اولش میمونم. تماشا کنید. الپرین مایلش نشان ده نباشد. تو هم به مانند مادرت یک رو هستی. خدایا توبه. وای این چی است؟ من این حساب نکردم. انا این گفت و شنیدمان معقول شد یگید. یعنی به جای ثابت تو را منیکت را ساق و سلامت میارم، تو هم با یک تارموی ثابت آسیب نمیرسانی. چی و چقل بودنش را من قرار میدهم. دادا نگاه کنید، من در یاد ندارم این ثبت رو. این چی است؟ از کجا برآمد؟ این سالم است. وای حمد وقت. وای پسرم تو از کجا افتی؟ به خدا نمیدونم دادا، در درونش بود. آتیف البته تعمیر میکرد، یعنی همان وقت کامیر کشاده مونده است. نجیب گپ زن، چی شد؟ دادا چرا نگاه میکنید؟ بلیت بازگشت را نگاه میکنم دخترم. چی گفته دادا؟ افسوسی رقمی 25 R42 17 زود به طرف راست گرفته نگه دار. افسوسی رقمی 25 R42 17 زود به طرف راست گرفته نگه دار. نجیب نگاه کن، اتوبوس رو من میکنم. یا خدا اینها کی باشن؟ آدمانی ما نیستن. با جای دل خواهد در وقتی خواستد می آیم. نشانی را گپ زن. اول تلفن را به منیک ده، میخواهم صدایش را شنوم. لبای تشکر، خوبم. برای آنچه را میدانم بعد از نیم ساعت میلش. فهمیدم. چی میگوید؟ بعد از نیم ساعت ما را از گردش عمرانی میگیرد. اکنون دستهایم را میکشید. فهمیدم. خیری ما میرویم. شما با این هری چه باور میکنید؟ اکا اونها آخر یگان کار میکنند. دادا جان چی گپ شد؟ ببخشید شما را از راه باز داشتیم.
ягон чизи бад нашудааст. ғам нахӯред. танҳо дар автобус Наҷиб Йилмаз ҳаст ё не фаҳмидан мехоҳем. Наҷиб Йилмаз агар бошад, илтимос барояд. ака илтимос наравед. нигоҳ кунед, маълум аст ки ин дом аст. ин беномусҳо шуморо мепаронанд ака. албатта ин дом аст хари. албатта ман дилу нияти ин разилонро медонам. аз пушт парондан хоси ин номардон аст. аниқ дом гузоштаанд. рост, акнун чикор мекунем? ака боз ба сари шумо чизе омад. زیبید خیری با خدا زیبید خیری خیری عضو کمیسیون کنین را ده با خدا زیبید خیری با تو واقعا هم میزیبد همه خیل یک عوض کنی نام می شود سردار. راست دیگه با یکیت باوری ندارم. این خیل باشد یک تحفه تیار کنیم. چی گفتید؟ агар дар байни шумо Наҷиб Йилмаз бошад, барояд. вагарна ҳуҷҷатҳоятонро тафтиш мекунам. Наҷиб Йилмаз касе боши, илтимос баро. фарз кардем дар инҷост. кӣ мепурсад? шумоед? бале. бо мо меравед. сабабаш чист? як нафар бо шумо вохӯрдан мехоҳад. ӯ кист? як шахси муҳим. наҷиб чӣ шуд? чӣ мехоҳанд? биё меравем занак. бачаҳо либосҳоятонро гиред. ба куҷо дада? савол надиҳед. даъват аз ҷои калон аст. борҳоятонро бачаҳо мегиранд. бароед. биёед бачаҳо, рафтем. чӣ гап шудааст наҷиб? ин одамҳо кистанд? шӯхӣ мекунӣ? ба худо вақте ки равем мебинем. шӯхӣ аст ё ҷиддӣ? марҳамат оғои Наҷиб. биёед бачаҳо, рафтем. چه خیل شدم؟ در پهلویتان کایا مینیک 2010. آفرین آفرین. چی خیل شد؟ با تو مانند شد ها؟
اما کاری کردهتون عیب نیست مگر آقای گیت؟ نه. برای چه عیب بوده است؟ برای چه؟ برای چه عیب بوده است؟ این همه جنایت های رزیلانه شما مگر عیب نیست؟ خیری لبای سلاح را گیر. این رو چیکار میکنید؟ این را همراه میگیریم. پیسگار صدای او را شنیدن میخواهد. بله. دادا چی واقعا شد؟ التماس گپ زنید. دادا جان من ازت زیاد میترسم. بپرو باش پسرم. با سردار گوید که ما نجیب رو گرفته آمده ایستادیم. به جای واخوری روید. یگید را و کایمینیک را گرفته بیارید. از یگان چه شبه کردید حتما پرانید. سگی پلید، حریفی به ناموس. شما با یگید یگان کار کردن نمیتوانید. آدم‌هایت را ریزه ریزه کرده به تو روان میکند. فهمیدید؟ بهترش نروید. نباشد لقمه‌ای. یگید شما او را نگاه نکنید و چی گفتنش را نمیداند. مرکزی حیای غفار و کان. دادا ما در اینجا چیکار میکنه؟ کمی صبر کن پسرم. حاضر میفهمیم. سردار در همین جا است؟ بله در همین جاست. مرحمت. نجیب گفته‌ات راست است به فکر محافظ ها. من هم همین فکر میکنم. خودم را از دست میدهم به خدا. آرام شو زنک. مرحمت به این طرف. میبخشید موافق خانم شما را باید کابم. خانم؟ مرحمت. مرحمت. گذر زنک. بسیاری از شما در خدمت وطن و ملت قهرمانی ها نشان داده اید. بسیاری از همسفان شما شهید شدند. قهرمان و شهیدان در نزد خدا و هم در نزد مردم مقامی بلند دارند. کسانی که در این راه قربان شدند جایشان جنت باد. برای همین به شما تشکر میگویم. برای یاری و دستگیری این مرکز را گشادیم. البته این کافی نیست، لیکن باز هم بیشتر کوشش میکنیم. من به این کفیلم. باید بدانید که دری ما برای شما همیشه گشاده است. نجیب سردار آمده است. تشکر. بچه این سروزیر است. لیکن این کار رواست مگر؟ دیگر لباس یگان کس نبود که پوشم. لباس کی را میخواستی خیره؟ نقشت را اجرا کن. به خاطر ثابت میکنیم. اکا جان آخر این لباس رو در ایدی اجینه ها نمیپوشند مگر؟ نگاه کنید. کو بینم. خیره اینطور نگو. به خدا که به تو زبیده است. نه؟ خیری مینیک.
خیری وعده میدیم که 23 اپریل در روز عید کودکان تو را با کرسی سروزیر میشنانم. شما شوخی کردن گیرید. شوخی بس. به جای واخوری نزدیک شدیم. باید نفهمند. وقتی که بار اول میبینن احتیاط باش. باز آشکار نکنی. نه خاطر نشوی. اکا با فکر می آیند. آنهایند؟ بله می آیند. جناب یکیت می آید. مایلاش کایا مینیک رو محافظت کنید. پس آن یگید را گرفته به اینجا بیارید. اطاعت جنابم. از ماشین فرا دستانت را بردار. شکر مرا از این دیوانه خلاص کردید. اینجا بیا لعنتی. این در حقیقت که مینیک است. به نظرم کیمچیکل می نماید. این آدم مانند است. باز نمیدانم. خودی خودش. چی نگاه دارید؟ دستانم را کشویه. کلید در دست تو است. کلید را گیر. کلید در دست تو است. ده آن را. چیکار میکنی اکنون؟ چیکار میکنی؟ گیرید رو بره تا مردنش زنید. جواب آن کارهایت رو میدهی. دانسته باش خیری. من به تو نشان میدیم. تو حالا مرا نمیدانی. خوش آمدید سردار نجیب. خوش باشد محترم سروزیر. راستی من چی گفتنم را نمیدانم. بار اول من در این وضعیت هستم. بار اول شما باور کنید. این چی گپ است سردار نجیب؟ اساسا شما خوش آمدید. خوش آمدید. شما در حقیقت سربازیر هستید. پاپا قربونو. این خیلی میگویم مگر ببخشید دخترم کمی در هیجان است. ما هم راستی در هیجانیم. خواهش میکنم. با قهرمانان وطن واخوردن هیجان آور است. استغفر محترم. گوش کنید بچه ها. شما را با سردار نجیبی که جانش را روی کف گذاشته برای وطن خدمت میکند شناس میکنم. نجیب یلمز شناس شوید. استغفر محترم. ما تنها وظیفه امان را اجرا میکنیم. درست. از کارهای کرده اتان خبر دارم سردار نجیب. راستی خبر آخر ما را حیران کرد. چرا استعفا دادید؟ گیرم ما کمی کنارتر نیستیم. ببخشید شما را اذیت دادم. مسئله خیلی مهم است. اگر استعفا اختیاری باشد چیزی گفته نمیتوانم، ولی مجبور کرده باشند به من دخل دارد. جنابم میگید وکای مینیک را گرفتیم. من از شما میاییم. بیایید رویم. باز چرا انتظاریم؟ چرا؟ آنها را با ماشین بر. اکا مرا نکشید. التماس ببخشید مرا. لعنتی کی به تو گپ زدن را اجازه داد؟ نادرست فهمیدید اکا. اکا ببخشید خطا کردم اکا. برا راگرد لعنتی. هنوز تمام نشده است. با کجا می رویم؟ راگرد گوستم. گم نزن. اینها به مثل فیته ویرانه به هم چسبیدند خیری. التماس مرا اذیت ندهید. حشرات ضرررسان باید نابود شود. این را نمیدانستی مگر کیمینیک؟ خیری اینها را با ماشین سوار کن. خونه که یخ کردم. من ماشین را نابود میکنم.
راه گردید. زود. یک لحظه با من بیا، با تو گپ دارم. بفرمایید. مرحمت گذارید. از کجا برآمد این استعفا؟ به من از دیگری دارا خبر دادن، لیکن از زبان خودت شنیدن میخواهم. در وظیفه ما از کار و وظیفه گریختن هیچ کس نیت ندارد. تنها در یک عملیات موفق نشدیم. راستی گپ بیرون کرده شدیم. دیگر چاره نداشتیم محترم سروزیر. میدونید در شعبه کمک وظیفه ما رو در مبارزه با ترور دوام میدادیم. چند ماه باز ما این دعواها رو میبینیم. چی عذابها کشیده ای میدانم. همه‌مان در همین احوالیم. در مسئله دعوا باشد چیزی مهم این است که ما به سود سندهای اساسناک پیشنهاد نماییم. مسئله را عدلیه حل و فصل می کند. این به مانند جراحی کردن است. باید احتیاط کنی. این کار تازگی می خواهد. همه چیز به هم پیوسته است. اگر ما در اینجا توپ را پخش کنیم صدایش به آسمان ها می رسد. همش به یک دیگر ارتباط دارد. این تل و تپه ها، این باغ و کشتارها، این وطن از ما محافظت می خواهد. این را نه هر کس تصور می کند. ما هم با همین فهم کار می کردیم، لیکن نگذاشتن محترم سروزیر. تهمت کردن و بالا این همه کمبودی ها باز دستگیری هم نیافتیم. سردار نجیب، این موضوع نازک است و مرض خیلی ریشه مانده است. چطوری گفتم از دیگر شعبه معلومات گرفتم. تهمتی که شما را کردن میدانم. حتی در قفای این که بودنش را میدانم. یعنی چی؟ وقتی که این را شنیدم زود کفت کردم. از دیگر شعبه معلومات خواستم. نگاه کن، این حجت ها برای من از شعبه تحلیلی رسید. این ادوکتی است که چندین مراتب تعقیب کردند. در دعوای ارکن کندو آدمانی که گناهکار کرده شدند در کارهای بد دست داشتند. میفهمم. آلپرین، هر دویمان میفهمیم که این دروغ است. میخوام فهمی که در دستمان یگان حجت برای پیشنهاد کردن نباشد هم رفتنت را نمیخواهم. متخصصی مثل تو کار را پرتافته رود. آدمانی با ناموس در اندیشه میمانند. سببی تو را به اینجا دعوت کردنم همین است. وظیفت را نمیپرتایی برمیگردی. من به جایهای لازمی سپارش میدم. این مرافعه را نظارت میکنم. در این موضوع گپ تمام. گوش کنید سردار نجیب، در اینجا از شما دیده فکری همکارهایتان مهم است. در عرف و عادت‌هایمان فرمان آهن را میبرد میگویند محترم سروزیر. این جوانان را بینید. آنها مثل گلهای نوروستند. یکیش معیوب شده است، دیگرش نابینا. هزارها شهید شدند. نزد وطن و ملت و این بچه ها قرض داریم. میخواهید که صفشان زیاد شود و وطن و ملت خراب گردد؟ برای نگاه کردن جسارت ندارم. اکنون از تو همچون سروزیر نی و همچون یک شهروند خواهش میکنم که به وظیفت برگرد. من به وزیر و دیگر مقام ها گپ میزنم. مرافعه را نظارت میکنم. چه گفتی؟ در اینجا با طرفی راست میگردیم. پیکاز زنگ میزند. اگر یگان اشتباهی کنی مغزی سرت را در ماشین پاش میدیم. فهمیدی؟ جواب ده. فهمیدم. در کجا هستید؟ در راه هستیم جنابم. آماده ایستاده ایم. یگید را گرفتید؟ بله گرفتیم. کایا مینیک احوالش خیلی خوب. تلفن را با او ده. پیکاس با کایا مینیک گپ زدن میخواهد. خواهی مایلش بده. چه دستی مینیک؟ صدایت را شنیدن خیلی خوب است. تشکر جناب پیکاس. من بی صبرانه انتظارم تا بدی دارتون مشرف شد. برو بسیار انتظار نکن. خیلی نزدیک شدیم آقا. کمی پس به اونجا میرسیم. مایلش تا بازدید. مایلش.
بچه ها مینیگ را خلاص کردن. با همراهی گیت به اینجا می آیند. من فکر کردم که عقلی گیت نمی رسد. معلوم است که خطا کردیم. اینجا آیند هر دوشون را یک جای. خیلی وقتمون کم مانده ثابت. وقتی که یگید از این در می درآید همش به آخر می رسد. خوش، چی گفتی نجیب؟ بچه ها شما رو به اتوبوسی ارزروم سوار کنند یا اینکه به استانبول به وظیفه‌تان برمیگردید؟ محترم سروزیر، شما لطف کرده با من واخوردید. به این ناحقی اینقدر دقت دادید. اکنون به شما گپگردانی کردن نمی شود محترم سروزیر. یعنی؟ از همین روز در سر وظیفه هم هستم. تشکر سردار نجیب، تشکر. برای این وطن کار خیر میکنی. اوچه دادم با فکرم با وظیفه ازشون برمیگردن. خدایا انشالله. از پگاه تو را در سر وظیفه دیدن میخواهم. محترم، مسئله دلیل حل حقوق را یافتیم. یعنی که دادستان و ما رو به سر وظیفه برگرداندید محترم سروزیر. چه خیل پیشروی؟ پیشروی همین که بعد از این حیات رو در بین انگشت‌ها میگذرانیم. چه خیلی که گفتند پالیسی خوب بوده ای؟ من یگان کار نکردم. خدا یاری کرده است. خدا مددگارت باشد. تشکر. آماده هستی خیری؟ چی وای سردارم، آمادم، لیکن میگویم که من در اینجا ایستاده اینها رو نگاه کنم. که ها را خیری؟ کیامینیک و آن وای آدم رو. کیامینیک میلش، لیکن ویش خیلی بی‌طاقت است. حاضر چه خیل میتابد؟ حاضر بی‌ضرر میتابد. بله. از پسم بیا خیری. با من چی میشود؟ میخواهی به مانند او باشه؟ این خیل باشد جیمشین. مایش بعدم میدیم. محترم خانم، با شوهرتان این دولت افتخار دارد. به فکرم شما هم. تشکر محترم. همه همون با او میفخریم. خردکک، تو کلان شوی که میشوی؟ مثل پدرم پلیس شده گناهکارا رو میدارم. آفرین به تو. معلوم میشد پسر چگونه آدم هستی. آفرین آفرین. اکنون به من اجازت. برای دعوت را قبول کردن تشکر سردار نجیب. استغفرالله. محترم، شما اینقدر کار داشتید، باز لطف کردید. انشالله شما از ما راضی خواهید شد. خداحافظ بچه ها، خداحافظ. چی شد دادا؟ گپ زنه؟ اینقدر گپ زدید نجیب؟ برای چی به شما تشکر گفت دادا؟ با سوال و جواب سر شد. نجیب بی‌طاقت نکن آدمان رو، گپ زن. حلقم خوش شد از هیجان. یک پیاله آب دهید، عقلم به جای شاید آخر. گپ زنه دادا؟ مرحمت. دادا او با من آفرین گفت. آماده شوید. به خانه برمیگردید. چی خیل نست، به خانه برمیگردید. آفرین، چی خیل نست. بسیار پسندم. چرا ما رو آغوش میگیری؟ من آغوش نگرفتم، تو آغوش گرفتی. من یک فکر دارم. من با همراه مادرتان به خانه برمیگردیم. شما تا به یک نتیجه آمدن در اینجا میمانید. چه از فکرم؟ خیلی بد. خیلی فکری بد. آماده شوید، میرویم زودتر. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب.
اینها کجا شدند؟ برای چی هنوز نآمدند؟ باز یک بار زنگ زن. این صدا از کجا می آید؟ این تلفن کیست؟ از کسی که هست جواب دهید. زود پیسگار رو از اینجا برارید. این یکی تست. آتش کشای پرانه. جناب از اینجا زود برایم، زودتر. تا اینها را نکشم به هیچ کجا نمیروم. انجامانمون هم رو میکشند. رفتیم زودتر پرانه دورا به نامت را کشید. ماشین من در کجا است؟ در اون طرف موند. چی کار میکنه؟ اون چورش رو بیاموزید. زود باشه. سلاحاتان را به زمین گذارید وگرنه میپرانم. شیر بچه هم میدونستم که میایی. نمیفهمید، با شما میگویم. مایلش آرام شو برادر، من سلاح را میپرتایم. بیخری نکنی که چیکار میکنی؟ آرام باش. خسکم و جهان پاک. خوب هستی؟ خدا را شکر. تشکر. برای من شده جانت را به خطر گذاشتی. تو این را خطر میگویی ثابت؟ این بسا شب خاور است. آدم ها میگریزن. با من سلاح ده. ایستا زود از جایت نخیز. احوالات خوب نیست. خیری تو کی ثابت را نگاه کن، من زود میآیم. خوب شده سردارم، من همینجا. کشاده شو. پکاس تو در اینجا چیکار میکنی؟ من رو در اینجا بستن. خوب که آمدید. اینها کجا گم شدند؟ تو برآمد رو نگاه کن زودتر. خوب شده است. یگید می آید. گاز را زر کن. وای حریفی دیوانه از پشتمون می آید. خم شوید. سبیل مادت، تو از دست من خلاص نمیخوری پیکاس. گریختند. بله، شکر که تو با ما هستی ثابت. من از شما یک عمر قرض دارم. نمیارزه که این وظیفه من است. خیر چی خیلی بودم. تو بسیار زور و ناترس هستی خیری. بسیار اصرار کرد که از پیش درآید. و زور داشتمش ثابت. میدانم او یک رو است. نمیارزه که. بیایید اکنون از اینجا میرویم زودتر. جناب چخیل مرا در دست آن آدم ها گذاشتید. راضی نیستم. مینیک حاضر وقت این نیست. اگر منو میکشت برای این دعوا راضی بودی که کشند. لیکن من چقدر ترسیدم نمیدونید. حاضر تو را از ماشین میپرتایم. میبینی که تو همراهی کی هستی؟ خب کن. تماشابینان محترم، امکان به همایی دچار اغوا گردید. یک گروه اغواگران برای برهم دادن ساختار دموکراتی و برابر حقوقی ملی در استانبول اتوبوس شهری را آتش زدند. پلیس ها خیلی تدبیر جدی اندیشیدند و قوه‌های بیگانه را تعقیب نبودند که اغوای نو سر نزند. امروزها خدمات امنیتی این حجت‌ها را دیده برام مملکت چاره‌های ضروری را می‌اندیشند. درباره گروه تروریستان که میخواهند تبادلات دولتی کنند، خیلی معلومات‌های مهم است در این. چی گفتی؟ ما تو گفتم نشونیدی؟ ببخش گوشم به دیگر چی بند بود. خوب هستی تو؟ خوبم. یوسف در کجاست؟ هنوز نامده است؟ روزنامه نگاری نو برآمد. از پشت یک خبر بوده است. کمی بد می آید. خدایا التماس به کمک کن. چی کار کردنم رو نمیدونم. نگاه کن با سرمون چی اومده است. ما رو پیش کردند. با چشمانمون نگاه کرده خداحافظ گفتند. مایدون با اینها موند. سرکمیسر سردار نجیب نمیرفت چون این نمیشود.
بلکه از همه خوبش این است تو با راه خودت، من با راه خودم، هر دویمون یک دیگر را نرنجونده این کار را به آخر میرسونیم. اینقدر آسان است یعنی؟ این خیلی باشد نرم. نمیتوانم. تو بیا. التماس با من خونه دار شو. اگر این انگشترین را قبول کنی از همه مرد خوشبخترین دنیا من میشوم. برای تو را از همه خوشبخترین زن کردن از دستم چیزی که اوید میکنم. با تو همه عشقم را دادم. اگر جانم را خواهی او را هم میدهم. با فکرم اگر دوست نمی داشتیم اینقدر عذاب نمی کشیدیم. تو در حقیقت به گریسون می روی. فکر میکنم که تو هم می روی. ممدو کمی فکر کن. من در گریسون چی کار میکنم؟ در استانبول تولد شدم، در استانبول خوندم. یعنی با من نمی روی؟ رفته نمی توانم. با تو بودن هم نمی خواهم. خودت رو برای هیچ کس فدا نکن. حتی برای من هم فدا نکن. یعنی تو همینجا بود؟ اینقدر زود جدا می شویم؟ از دستمون چی می آید ممدو؟ بلکه از همه خوبش این است تو با راه خودت، من با راه خودم، یک دیگر اینقدر عذاب نداده این کارو به آخر می رسونیم. همینقدر آسان است یعنی؟ من خیلی باشد نرم. نمیتوانم. تو بیا. نمیتوانم. این خبر رو بهتر در همین شماره چوب کنید. این خبر خیلی مهم است. میدونید چی من میروم. انا در همین صحیفه. چی گفتی نشنیدم. من میروم. مایلش رفت. کی میویی؟ دیگر نمیویم. من میروم. کار رو میپرتویم. دیگر بر نمیگردم. تو چی ها میگویی رانو؟ چی ها میگویی؟ خودت میفهمی؟ بله. کار رو میپرتویم. سلام مردم، من آمدم. همه مرا گوش کند. یک چیز عجایب فهمیدم. نرو رانو. حمله که به اتوبوس کردن سببش این است. ترک ها را و کرد ها را به هم جنگ انداختند. اکنون گوش کنید که از همه زورترش است. از کجا میدونم؟ پیشتر هر آن چیزی که در رسانه ها نشان داده شده است یک به یک نوشتند. ها؟ به شما چی شد؟ مرا گوش نمیکنید؟ رانو کار رو میپرتوید. چی؟ این شوخی است؟ بچه ها تعینات ممدو برآمده است به گریسون میرود. چی؟ من هم قرار دادم که با او میروم. التماس مرا از راهم نگردونید. فهمیدید؟ شما در گریسون چی کار میکنید اپای رانو؟ نمیدونم. فقط همینش رو میدونم که باید در نزد ممدو باشم. وای، این از کجا برآمد؟ التماس دیگر سوال نده. نمیدونم. اپا یک دقیقه ایستید. اپا اپای رانو یک دقیقه ایستید. یک دقیقه ایستید. آخر چی گپ شد؟ التماس از پسم ندید. اپای رانو آخر چی گپ شد؟ تو مرا نمیفهمی؟ اپا جای نافهمی ندارد. خوشبختی از شما وابسته است. کدامش که راست باشد همان را حل کنید. لیکن التماس مرا هم گوش کنید. نو یک خبری زور میکردم. مملکت را به پای میخزانیم. شما باشد دیگر این گپا به من تاثیر نمیکند. نمیخواهم که از همه آدم عزیزم رو از دست دهم. تو میفهمی که دوست داشته رو از دست دادن این چی است؟ مایلش قلبت چیزی که میخواد همون رو کن. اپا جان فراموش نکنید من همه وقت با شما هستم. هر وقتی که کمک لازم باشد به من گپ زنید. خوب؟ تشکر یوسف. این رو فراموش نمیکنم.
براری کار بچه ها. تشکر سردار. مایلش نیازی پیش از رفتن گپ میزم. مایلش سرکمیسر، چرا طاقتون خیره؟ چرا خیره نباشد نیازی. سردار نجیب رفت، از رعنا جدا شدم. نگاه کن با من ناومد. زیغ نشه سرکمیسر، همش خوب میشود. گفتن آسان است نیازی. اکنون فهمیدم که چقدر او رو دوست میداشتم. یعنی در استانبول یک دوست داشته داری؟ چی شد با تو نمیرود؟ نیازی گپهایمون رو شونید با فکرم. این زن با من معقول نشد. کاری شما نباشد خانم. با سردارتون گپ زدنتون رو به یادتون میآورد. تو سردار رو ندیده ای؟ با تربیه شوید. با تربیه نشوم چی میشود؟ سرکمیسر خود رو به دست گیرید. خود رو به دست گیرم نیازی؟ تو انا همینجا آمد اکنون. از بالای شما شکایت میکنم. دیگر با وظیفه‌تون بر نمیگردید. با عقل شوید. شکایت کنی کرده انگیر است. آروم شوید. زود از اینجا بر آمده روید. دیگر به اینجا بر نگردید. به مانند تو بر اینها در این وظیفه جایی ندارند. میدونی که به مانند شما بر اینها است. من جایی ندارم. راست میگویید. مرحمت حجتم. استعفا میکنم. با من خداحافظ. راحت شدی اکنون؟ با من چی خیل گپ زد؟ همه‌تون دیدید. من یگان چی ندیدم. شما دیدید بچه ها؟ ما ندیدیم. با کجا سرکمیسر؟ نمیدونم نیازی، نمیدونم. тамошобинони муҳтарам, автобусе ки дар кадикой сӯзонданд даъвояш зиёд шуда истода аст. имрӯз як зиддият аз пешвои ҳизби демократии миллатчӣ Сармат Қаҳвачӣ ба вуқӯъ пайваст. муҳтарам Сармат Қаҳвачӣ меҳмони имрӯзаи мост. муҳтарам Қаҳвачӣ, дар бораи ин мавзӯъ чӣ мегӯед? мебинем ки давлат бо террористҳо сари мизи мулоқот менишинанд ки ин ҳеҷ мумкин нест азизам. дар рӯзи равшан дар шаҳр кӯдаконро месӯзанд. терроризм ба шаҳр омадааст. террористҳо дар маркази шаҳранд. ин бозӣ ба мо хеле шинос аст. ҷанги дохилӣ мехоҳанд. мо ин бозиро хеле хуб медонем. намегузорем ки бародар бародарро кушад. бояд бо диққат буд. фикрҳомонро рӯйрост бояд баён кунем ва нагузорем ки онҳо дар кишвари азизамон паҳн шаванд. тамошобинони муҳтарам, баъд аз реклама барномаамонро давом медиҳем. миник, ман аз рафтори Сармат розӣ нестам. на он қадар сахт аст. агар ҳамин хел давом кунад, як тарафи нақшаамон фурӯ меравад, кӯчаҳо хомӯш мешаванд. чӣ гуфтӣ? ба ҷои ва яке аз худамон ромонем. ба шумо чӣ хеле ки маъқул бошад ҷаноб. чӣ шуд миник? ба ту ин хел ғамгин будан намезебад. танҳо як рафтор буд. барои чӣ намефаҳмӣ? агар маро мекушт? медонистам ки намекушт миник. ман туро магар мегузорам ба монанди ту дар Туркия не, дар дунё кам пайдо мешавад миник. акнун халос ёфтӣ. нагузарон миник. халос ёфтам, лекин ба ягид ягон чӣ нашуд. ӯро аз даст додем. чӣ шуд? барои чӣ механдед? ҷаноб, ягид аз собит пӯсташро меканад. собит тақрибан 10 соат дар дасти ягид ҷон медиҳад. ин чӣ маъно дорад? набошад аз ман бехабар ягон кор кардед? истед мебинед. ба шумо як тӯҳфаи хуб кунем гуфтем. одамони паст, ҳарифҳо, ҳамашонро як ба як мекушам. ӯро ба онҳо муфт медиҳем ҳамин хел а? ба маконамон даромаданд, дӯстонамонро куштанд, ҷавобашро намедиҳем. میدهیم خیری، البته جوابش را میدهیم. همین خیلی ثابت. ثابت با تو چی شد ثابت؟ حالت بد است؟ ها؟ نه خوبم.
رفتیم از پای کار میشویم. کارمان را دوام میدهیم بچه ها. به خاطر آرمان های ملت دوام میدهیم. اوف، راه را کشایید آخیر. یک طرفیز برادر، یک طرفیز گفتم. یک طرفیز سراسی ما هستم، نمیبینی؟ به مانند شما در این وظیفه جایی ندارد. خطا کرده ای تو. لعنتی من جانم رو دادم برای وظیفه‌ام. یک پرس کنی؟ یک نگاه کن. یک فهم جانم رو برای این وظیفه داده ایم. زنی بشرم. من خیلی خوب میدونم تو رو کی به آنجا روان کرد. سردار گفته گذاشتند. یا توبه، استغفرالله، توبه. هی کن برادر، هی کن. اوف. مرا اکنون خوب گوش کنید. به شما گپ دارم. نقشه هایم را از نظر گذراندم. از نظر؟ بله. در جنگ داخلی قدم های خوشبختانه گذاشتیم. یگانه چیزی که پیشروی نیست این ضعیف بودن ملتچگی همان است. این را هم با پیشوای ملتچی سوی قصد کرده تاجمان را میبرداریم. حاضر اگر 2011 و 2013 را خلاص کردن خواهیم، اول باید همین سال را خوب گذرانیم. برای چی جناب؟ چون که امسال سال زنده ماندنمان است. اگر شمال را به پشتمان نگیریم 2011 و 2013 را فراموش کنید. بله. یگان کار کنیم نباشد. چی کار کنیم؟ اول برای محکم کردن دعوا بسیار چیز آماده کنیم. چی کاری که نکنیم باید به انتخابات درآییم. کم هم باشد باید یک قسم انتخابات را گذرانیم. باز بوی این کار این دفعه بر وقتتر برآمد. باید در این کشور یک دادوایی شود. این خیلی باشد شرطهای جنگ داخلی را هم تستر کنیم. بله. چند وقت باز از رفتارهای این سرمد قهوه‌چی ملتچی راضی نیستم. خیلی سست است. او با ما همکاری کردن خوش ندارد. بله. برای همین او را کشته گناهش را به گروه کردها میپرتاییم. آنها هم قبول میکنند. همین طور هم ملتچی ها هم دوستان درون بودهشان به شکار کردها میبرایند. دوامش خودش میآید. در رسانه ها خبرها عوض میشوند. اکران های تلویزیون چند وقت باز آماده بزمند. مایلش جناب، کی این کار رو کنیم؟ پگاه، حتی امروز. برای چی انتظار شویم؟ مایلش جناب، من از پس کار می شوم. برادران کرد مرا نمیرنجانند، میدانید. پیکاس، تو هم با این کار باش. چه خیلی که میدانم در دستمان کردانی هستند که این کار رو میکنند. هست جناب. آنها فرمان شما را انتظارند. تیاری ها هم تمام. با مینگ یک جای رفته این کار را حل کنید. حاضر جناب. مرا از نو زنده کردید جناب پیسگار. میبینید با چه خیلی نقشه ها عمل میکنم. به شما اثبات میکنم که آدمی عادی نیستم. ما از عهده‌اش میبرایم. سردارم، اکی صبحید. چی شد خیری؟ لیکن این رفتار با ما معقول نشد. خیری، این کار خیلی دوام کرد. جانمان را میدهیم اما این دفعه همشون را میکشیم. خیری از مردن ترسی نیا. این دفعه کار خیلی جدی است. بلکه شاید دیگر بر نمیگردیم. گیرین را. میترسم. لیکن میروم. چخیلی که میگویند ترس عجل ندارد. سردارم. همین خیلی نمیگم. همین خیلی، لیکن باز گپ است که نگریختگی نامرد میگویند. این مقال ما نیست. اگر تو همین خیلی مرد باشی میتوانی با ما نیایی. نه من با شما میروم. با این یگان گپ نیفتم که جواب دهم. مایلش خیری، وقتی گپ گفتن نیست. با اداره پیسگار میرویم. راست از دری اساسی میدراییم. ایگه چی گفتی؟ اگر تو راضی باشی من راضیم آقای ثابت. اکی ثابت،
ثابت تو بیماری مگر باز چه اکا حالتان خوب نیست؟ به بیمارخانه بریم. نه خوبم تنها سرم کمی چرخ زد. رفتیم اکنون کار رو با آخر رسانیم. ماشین رو آدم بر این های کن. از کجا میگیرن حجت رانندگی رو میخرن چی؟ خدایا توبه. تو خودت رو کشتن میخواهی؟ اگر این خیلیه داشته باشی رفته خودت رو از جری پرتو. اپا من چی گناه دارم؟ تو در چراغت کی سرخ گذاشتی؟ من چراغت کی سرخ رو نگذاشتم فهمیدی؟ آبای چی شده باشد؟ برای چی ایستادند خدایا؟ یک دقیقه گوش این رو بینیده خودش در چراغت کی سرخ گذاشت و من رو عیبدار میکند. شرم نمیکنی اپا؟ گپت رو دانستم فهمیدی من به تو اپا نیستم. باز اپا بوده. یا توبه از حد گذروندی اپا. کی از حد گذرون؟ من به تو چه بار گفتم که؟ رانو ممدو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ میگذاشتم جان رو دیدم. تو با کجایی خیلی؟ هیچ همین خیلی میگذاشتم. با کجا؟ من با اونجا میرفتم. با نزدی من میومدی؟ نه همین خیلی وقتی که میگذاشتم در رویم گفتم. راه را چرا بند کرده؟ ماند گذاریم. یک دقیقه برادر نمیبینی با خونم حرف زده ایستادم. حاضر وای من استعفا دادم. راست میگویی؟ برای چی؟ راست میگویی برای چی؟ برای ممدو من خطا کردم. براستی انتظار نبودم. تو مرا میبخشی؟ مایلش میفهمم از تو خیلی چیزی مشکل خواستم لیکن جدا شدن خیلی مشکل آمد. امروز باز یک بار فهمیدم که برای من جدا شدن خیلی مشکل می شود. برای من هم. من فهمیدم که از همه شخصی عزیزم این تو هستی ممدو. از کارم، از وظیفم، از همه چیز مهمتر تو هستی ممدو. اینها را از تو شنیدن خیلی خوب است. اکنون چی کار میکنی؟ نمیدونم. دو دیوانه یک جا شوان چی کار میکنن نمیدونم. التماس دیگر هیچ گاه جدا نشویم. غم نخور دیگر هیچ وقت جدا نمیشویم. وعده میگیرم. لیکن در مابین راه هستیم. آدم ها رو ناراحت میکنیم. یک طرف سیم خوب میشود. بیا ماشین رو به یک طرف گیر. به یک طرف گیر که همه دو فیخون دارند. شد شده این حاضر برادر حاضر. یک دقیقه چیکار جمشید؟ خوبم جناب پیکس. بیستیم در همینجا؟ در همینجا در پسی ایستگاه اتوبوس. مرحمت. پیکس من با آنها گپ میزنم. زبانشان رو من میفهمم. مایلش کنی بینیم هنرت را. سلام به تو جنگاوری قهرمان. شما کیستید؟ مرا نشناختی مگر؟ چه خیل می شود؟ برادرانتون ثبت نمایشم را بدونشان ندادند. من مهمترین مسئله دعوای شما هستم. میفهمی؟ رئیسی در جزیره هست. من از همه دوستی نزدیکش هستم. دیروز با تو گپ زدم. سوختن اتوبوس رو میداند. او گفت که تبریکی مرا رسان. در حقیقت رئیس مرا میشناسد. چه خیل نداند؟ تو بر این قهرمان را، تو بر این جسور را، با مانند تو مرد را چه خیل نداند؟ وقتی که گپ میزد صدایش میلرزید. این احوالت را بین. برای مردمی کرد عذابی کشیدت را بین. تو بر این جوانان را بینم از چشمانم اشک میریزد. میفهمی؟ نخود مادام که اون رو اینقدر خوب میشناسید گوید مرا سرحد گذراند. پلیس در همه جا مرا میکوبد. التماس مرا از اینجا برید. چه خیل باز بردن.
تو نو مبارزه را سر کرده ای، از این هم قدم های بزرگتر ماندن را نمیخوای. نامت با مانند چه گواره می شود. ناترس نمیخوای که نامت در تاریخ ماند. راستی گپ سردار از تو این را میخواهد. به اینجا برای همین آمدیم. راست میگویی؟ بله. سردار درباره من همین خیلی فکر میکند؟ تو را پیشوا انتخاب کردنیند، لیکن البته اگر از عهده کار برایی. البته میبرایم. بسیار خوب. اکنون چه خیل میشود؟ اکنون همین خیل میشود. قرار کار. تشکر سردار. نجیب سردار میآید. سردار شما در اینجا چیکار میکنید؟ میرویم نیازی. سردار ببخشید شخ شده مانده است. همه مرا گوش کند. هیچ کس به هیچ کجا نمی رود. تمام تعیینات هم من کرده شدند. من هم اکنون در سری وظیفه هستم. چی شد سردار نجیب؟ با من بیایید خانم سویلای. به شما یک چیز را نشان میدیم. مرحمت. به نزدیکی و یحیی می رویم. مرحمت. دارید. محترم دادستان. کجا شدید نجیب سردار؟ انا نواره که به شما گفته بودم محترم دادستان. مرحمت گذارید تماشا میکنیم. کمی بینیم چی بوده است. الپیر مرا گفته بود که کامیرا رو تعمیر کنم. من هم با عاطف داده بودم. بله سردار به یادم اومد. من وقتی که ادوکات رو آوردم عاطف در اتاق کامیرا رو تعمیر میکرد. معلوم که تگمه صوت پخش شده بود. در این کار یعنی تجربه داری. اینه بینیده. ادوکات رو بینیده. هی بیناموس. تعیینات رو کی باطل کرد سردار نجیب؟ این رو شما قرار دادن نمیتوانید. من فرمان ندادم. قرار من است خانم سویلای. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشید. از این بعد سردار نجیب به وظیفه‌اش برگشت. دیگر بچه ها هم. دیدی نجیب مرا پرتافته رفتن میگفتی. دیدی در کنارت که ها هستند. اکنون دیگر پرتافته رفتن نمیشود. دیگر نشنوم. مالش محترم مدیر. من چیکار میکنم مدیر؟ قرار را سردار نجیب میدهد. شاید همچون جانشین در اینجا بودنتان را میخواهد. یعنی جانشین؟ البته جانشین. از این پس همراه کار میکنید خانم. از پس کارتون شوید سردار نجیب. اول ادوکات رو گرفته بیارید. اطاعت. قریب فراموش میکردم. خودم دادن میخواستم. خوش آمدی سردار نجیب. هزار شکر. همه را آماده کنه زود میبرایم. مالش سردار. کار ما را انتظار است. این آدم پیکاس یک خبری مهم دارم. چی شد سویلای؟ سردار نجیب به وظیفه‌اش برگشت. دروغ نگو چخل می شود. در دستش نوارهای دارد که ادوکات سلیم رو به پایان میپرداید. مدیر کل امنیت خودش برگردون.
فکر میکنم بابای هم از بالا فرمان دادند. حالش همین خیل بود. این از کجا برآمد حاضر؟ بدی کار این که حاضر برای گرفتن ادوکات میروند. اگر دستگیر شود همه چیز را گپ میزند. پیکاس این کار را باید زود حل کنی. مایلش علاجش را مییابم. مایلش مرا فهمیدی؟ این آدم دشمنی مردمی کرد است. مردن او معنای خلاص یافتن شما را دارد. به فکرم جناب سردار را سیاه نمی کنی. فهمیدم. کی اجرا کنیم؟ برای چی امروز نکنیم؟ برای چی انتظار شویم؟ جنگ انتظاری را دوست ندارد. دشمنهایت در کمینند، میفهمی؟ مایلش امروز اجرا میکنم. با سرش میپرانم و زمین میافتانم. سردارم آن در از پیشانی تو انمی خیل بوسه میکند. اکنون مرد باش. خیریت که سب شده بود است. بله. سردارم چیزی که شنیدم راست است. نمیبینیم اگر میندو؟ به هر حال فوتبال بازی نمیرویم. مثل که در خواب هستم. چی کار میکنیم؟ راگرد میرویم. پیکاس سردار نجیب راه برآمد. به سوی ادوکات میروند. مایلش من در نزد او تا آمدن آنها کارم را میکنم. دخترم فراموش نکن که دلی دورای پدرت هستی. مایلش جانم. اوه این چقدر ارمغان خوب جناب. ببخش به خبر آمدم. پیشتر شناس نشده بودید. این همسرم. خیلی شد. من هم. این هم دخترچه ما. ماشاءالله خیلی شیرین است. مرحمت شنید گذارید. به یک مصلحت آمدم. ما رویم نباشد. دادا کی به باغ میرویم؟ با گاه میرویم دختر جانم. با امک کوبیلای باید یک مسئله رو حل نماییم. مایلش دختری زیبایی. دادا جان. اوی جانکی من. دخترم ناز نکن. پدرت کار دارد نمیبینی مگر؟ با شاه نزدیک میشویم. همتون با دقت باشید. ممدو و آقان در پشت رو میگیرند. دیگرها با من با در پیش. دقت کنید شهروندا رو ضرر ندهیم. مایلش مایلش میرویم. من به قفو میروم سردار. مایلش تقسیم شوید. رفتیم بچه ها. ما با شما یک چند سوال داریم. تروریسم زیاد شده است. شما چه گفتنی ها دارید؟ سبب زیاد شدن تروریسم در چی باشد؟ آیا دولت چه چراها را میاندازد؟ بعدتر روزنامه‌نگارها را جمع می‌آوریم رفیقان. در آنجا به همه سوالاتتان جواب می‌دهم. با اجازت شما. جناب آخر به سوال‌های ما جواب نداده. جواب نمی‌دهید. جواب بدید. حاضر جوابش می‌کنم است. جواب بدید. جواب نمی‌دهند. بایرگان چون نمیروم. در نزد مهمان عیب است دخترم. بدنتون رو فراموش نکنید. شد دخترم شد. گپ رو دراز نکن. برای شناس شدنم خیلی شدم. من هم روز بخیر. مرا ببخشید محترم پیکاس. مهم نیست. کودک است. شما را دوست می‌دارد. امی خیل التماس شنید. بله وای چی مسئله بود؟ برای یک مدت از ما دور شدنتان. چی خیل؟ ما خواستیم بار را برداریم اما بالا محکم است. سردارم
дар он тарафам баромадгоҳ аст. ро кардед. рафтем. зуд. аз дари пеш метароем. ҳар касе ки аз наздамон барояд напурсида мепаронем бачаҳо. чӣ гуфтед? сардорам, ба худо аҳволи якай Собит хуб нест. нигоҳ кунед чӣ хел меларзад. Собит, ҳолат чӣ тавр аст? хубам. авзоям каме нороҳат аст. хайри, мошинро баргардон, ба беморхона меравем. намеравем. аввал онҳоро бояд кушем. ана баъд ба беморхона меравем. бо ин аҳвол намешавад, Собит. хайри, ҳар чизе ки мегӯям ҳамонро иҷро кун. майлаш. не хайри, ба назди писагор меравем. боварӣ дорӣ, Собит? ман хуб ҳастам. садои тирбӯи боруд бароям дору аст. чӣ шуд? хонум, биноро зуд тарк кунед. оча, инҳо кистанд? полис, духтарам, полис. рафтем. чӣ гуфтанатонро нафаҳмидам. муҳим нест. барои фикр кардан вақтат бисёр мешавад. исто. чӣ кор мекунӣ? илтимос напарон. یا خدایا این عجیب است. акаҷон, ба ҷои дӯстдоштаи писагор омадем. ҳозир мебинед, аз дари марг раҳо меёбем. аввал дар назди дарбудаҳоро мебардорем. чӣ ҳол дорӣ, хайрӣ? ман омодаам, сардорам. ту чӣ, Собит? омодаам. доруҳоямро гирифте? гирифтем, магар фаромӯш мекунем. аз Пикас хабар аст? ҳанӯз хабаре нест. бачаҳо, ҳарифон хеле зиёданд. ҳаққатонро ҳалол кунед. ҳалол мекунем, сардорам. ҳалол шавад игид. агар аз инҷо соҳу саломат набароем, пас дар қиёмат ҳам дӯстиву бародариро пос медорем. ман ҳам агар имрӯз ҷудо нашавем, иншолло дигар ҳеҷ вақт ҷудо нахоҳем шуд. иншолло. ин мошинро мебинӣ? мебинам. барои чӣ дар инҷо истодааст? намедонам. ман хабар медиҳам, меоям. интизор шав. сардорам, шуморо каме манъ мекунем. боз чӣ шуд? дар вай тараф як мошин аст, метавонад йигит бошад. йигит? набошад инҷо интизор мешавем. ана ба макони деводат расидем. рафтем, бачаҳо. рафтем, Собит, чӣ шуд ба ту? Собит, хез аз ҷоят. Собит, чӣ шуд ба ту? дар ҳақиқат онҳо чӣ меистед? ҳаронед гуфтам. чӣ шудааст? чӣ шуд, Собит? бо ман биё. баронед. меоянд, ҳамаашон силоҳ доранд. мард бош, Собит, худатро ба даст гир. хез аз ҷоят. рафтем. игид олам бач. таваҷҷӯҳ. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشنود جان، ایش چیز. دادا جان.
ба таваҷҷуҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо ҳомиён меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. Галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд сифати паст дошта қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.